آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستن، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو امریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالاییه که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه این خرید الان برای ما قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد باشه بین دو کشور این از بین رفته. تورم ساعت به ساعت رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستیم؟ با هم این که تک دارم کار میکنم مثلا متقاضی کار به صورت نداره. ما الان فعلا و در انزوا هستیم ظاهرا. میخوام بگیم حالا بعضی ها میگن من هنرمند، نه ما دیگه خودمون نه تنها هنرمند که نمیدونیم، حتی بی هنر داریم ارائه میکنیم، برای که کسی استقبال که نکنه چه فایده داره.